هیچ وقت خانه‌ای کسی که لقمه‌های غذا را می‌شماره مهمانی نرو. هرگز از آدم‌ها انتظار تغییر نداشته باش. مار پوستش را عوض می‌کند نه ذاتش را. ساده لباس بپوش، ساده راه برو. اما در برخورد با دیگران ساده نباش، چون از سادگیت استفاده می‌کنند. اگر خواب دیدی مار تو را نیش زده، یعنی از سمت نزدیکانت به تو خیانت میشه. هیچ وقت با کسی که به خانواده‌ات بی احترامی می‌کنه ازدواج نکن. اگر سگ سفید در خواب دیدی، یعنی روزهای خوب زندگیت شروع میشه. اگر می‌خوای صورت تو پول شود، هر روز صبح یک لیوان آب سیب زمینی بخور. اگر صبحها دهانت بوی بد میده، شبها قبل از مسواک زدن نخ بزن. اگر نمیخوای احمق به نظر برسی، هرگز با آدمای احمق بحث نکن. اگر میخوای پیر نشی، همیشه چای سبز بخور. هیچ وقت موهایت را با آب داغ نشار، باعث ریزش میشه. اگر زود به زود سردرد میشی، کمبود ویتامین B2 داری. اگر همیشه خسته هستی، هر روز صبح 7 عدد بادام بخور. هیچ وقت صبحانه را با چای شروع